الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على من حكم بين الناس بحكم رب العالمين وعلى إمام الموحدين الذي بعث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران عزیزم، باذن الله سبحانه و تعالی این حلقه دوم از کشف شبهات اهل بدعت در مسئله حکم نمودن به غیر حکم الله، الحکم بغیر ما انزل الله می باشد و ان شاء الله سبحانه و تعالی در این حلقه بیان میکنیم، آهسته شروع میکنیم به بیان منهج اهل سنت و الجماعت. ما در حلقه گذشته به شما بیان نمودیم که در این مسئله فرقه خوارج است، فرقه مرجعه ها هست و فرقه در بین گمراهان و جاهلان است که امروز فتنه را برپا میکنند و باطل را پهن میکنند و منتشر میسازند. و حالا باشد مختصرا عقیده اهل سنت و الجماعت را در این موضوع حکم صحبت میکنیم و در حلقه های آینده چگونه خطرناک بودن حکم به غیر حکم الله سبحانه و تعالی و تقسیم های حکم، نمودهای حکم، این به کدام مسائل ها دخالت کردنش و دخل داشتنش و دلیل ها از قرآن برای شرک بودن و کفر بودنش و کفر بودن حاکم و دلیل ها از سنت و دلیل ها از اجماع صحابگان و علما و دلیل ها یا که بگیم و حجت ها یا که سخن های صحابگان، اثر و سخن های علمای سلف این امت از همون عصر اول تا امروز رو بیان میکنیم. این دلالت میکرد که این حلقه ها چندین حلقه میشه و تا که شما خوب بفهمید و در رو بروی این بدعت شما بیستید و رد بکنید و انکار بکنید و بدانید که در حقیقت کسانی که در این مسئله کمبودی دارند یا که به فرقه خوارج رفتند یا به فرقه مرجع رفتند، اینها در حقیقت مبتدعین و گمراهان هستند و جهال هستند. پس در این حلقه ها ما به شما بیان میکنیم مکانت حکم الله سبحانه و تعالی را، درجه، اهمیت، مکانت حکم الله سبحانه و تعالی و واجب بودن عمل نمودن به حکم الله سبحانه و تعالی و کفر بودن هر کسی که حکم الله را ترک میکند و کافر بودن و کفر بودن حکم نمودن به غیر ما انزل الله، به غیر حکم الله سبحانه و تعالی و کفر بودن این را که هر کسی که مراجعت به سودهای طاغوتی بکند، چگونه که الله سبحانه و تعالی به همه این مسئله ها خودش خبر داده است و رسول الله صلی الله علیه و سلم و اجماع وجود دارد. یعنی حلقه های ما از همین سخن ها عبارت است، همه این شکننده های اسلام و شرکیات و کفریات را بیان میکند. چرا که این همه شرکیات، یعنی حکم نمودن به غیر حکم الله، قانونی نو برآوردن، مراجعت کردن به سودهای طاغوتی، همه شکننده های اسلام است. چگونه که شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب در شرح نواقض الاسلام بیان نمودند، نبیره هاشون شرح دادند و علمای اهل سنت زیاد صحبت ها کردند که در دوام درس میفهمید. چرا ما این موضوع را اختیار نمودیم و با این طریقه برنامه ریزی میریم؟ برای اینکه امروز در همین شرک حکم کردن به غیر الله، این یک شرک است، شرک اکبر است. به نهایت مسلمان هایی که خودشون را مسلمان مینامند به نام مسلمان به همین شرک واقع شدند، شرک حکم واقع شدند. یا که بسیاری انسان هایی که خودشون را مسلمان مینامند و حمایت کننده مسلمان ها مینامند، طرفدار و حمایت کننده و آرزوی تطبیق حکم غیر الله را دارند و هزاران مسلمان دیگر را به همین راه دعوت کرده شدند، شب و روز به شرک دعوت کرده شدند. داعیان شرک، داعیان طاغوت شب و روز به نام اسلام دعوت کرده شدند و امروز میبینیم که والعیاذ بالله حتی طالب علمان در این مسئله جاهلند و به گمراهی مردم را دعوت کرده شدند. از همین جهت این موضوع را ما باید بیان بکنیم
چرا که علما میگن لا يجوز تأخیر البیان عن وقت الحاجه، جایز نیست بیان را به تأخیر گذاشتن از وقت حاجت. یعنی وقتی که حاجت اومد باید مسئله بیان کرده شد در همون حالت حاجتش. پس در این حلقه دوم ما میگوییم که در حلقه گذشته به شما عقیده خوارج، مرجع و دیگر اهل بدعت بیان گشت. حالا بدانید که عقیده اهل سنت و الجماعت مختصرا چیست و در دوام صحبت ها باز میگوییم و دلیل ها رو میاریم و بعد از این کشف شبهات مرجع رو باز ذکر میکنیم که اونها چی دلیل ها دارن و ما چی دلیل ها داریم. بارک الله فیکم. اهل سنت و الجماعت میگوید هر کسی که پادشاه مسلمان باشد، بگوییم هر کسی که خلیفه باشد، امیر باشد، پادشاه باشد، به عباره دیگر خودش را پرزیدنت بگوید و این حکومتش حکومت اسلامی از روی حکم الله و رسولش حکمرانی بشود، سیاستش، تنظیم دولتداریش، نظامش موافق شریعت، موافق اسلام و موافق قرآن و سنت باشد. البته این انسان مسلمان باشد و امیر باشد، در این حالت میگیم اطاعت کردنش واجب است و به ضد این خروج کردنش البته جایز نیست و به نهایت گناه وزنین است که الله و رسولش منع کرده است. این انسان ولی الامر است. اما اگر یک یا دو مسئله رو در یک قضیه معینه یا دو یا سه قضیه معینه حکمش مخالف حکم الله برایت، در حالتی که خودش اعتقاد بکند که همین حکمی که کرده شده است حکمی غیر الله است و این حکم به غیر حکم الله حکم کردن این کفر است و این گناه است و این حرام است، همچنین اعتقاد داشته باشد، اما به خاطر رشوه، به خاطر شهرت، شهوت یا به خاطر فرزندش، خیلی که ابن کثیر رحمه الله میگویند، یا به خاطر جهل، از سبب جاهلیش در یگان مسئله، از سبب تعویل و خطا فهمیدنش، اگر همین پادشاه مسلمانی که 100% حکومتش حکومت اسلامی است حکم بکند، این رو ما کافر نمیگوییم. علمای اهل سنت و الجماعت این رو کفر نمیگفتند. و تمام روایت هایی که از احمد ابن حنبل آمده است، از سفیان ثوری، حسن بصری، ابو حنیفه، مالک شافعی و دیگر علمای سلف ذکر کردند و تمام روایت هایی که از احادیث و از دیگر روایت ها اثر صحابگان آمده است که به مسلمان، به پادشاه مسلمان باید اطاعت کرده شود، باید خروج نکنند، باید سمع و طاعت داشته باشند، به همین چنین انسان دلالت میکرد و این رو کسی کفر نمیگد. یعنی پادشاه مسلمان حکومتش اسلامی 100% موافق شریعت در یک یا دو مسئله، یا که یک قاضی در درون دولت اسلامی، یک قاضی، یک سودیه، بگویم به زبانی خوبتری شما میفهمید، سودیه، یک قاضی سود کند به غیر سودی الله، داند که همین سودی کرده اش حرام است، همین حکم کرده اش حرام است، اما به خاطر چیزی دیگری سود بکند، شهوت، شهرت، یا به خاطر فرزندش، یا به خاطر شکست نخوردنش، یا به خاطر جهل و تعویل، در این یک یا دو قضیه تکفیر نمی شود. چه خیلی که علمای اهل سنت و الجماعت دولت اموی رو یا دولت عباسی رو حکم نکردند، تکفیر نکردند، این دولت ها رو دولت های کفری نگفتند، گرچنده که در این دولت ها در چندین مسئله بعضی قاضی ها یا بعضی خلیفه ها حکم غیر حکم الله میکرد، یعنی از سبب جهل یا شهرت یا شهوت یا ضعیفی ایمانش در یک بعضی مسئله ها میشد، اما علما تکفیر نمیکردند، برای اینکه این مسلمان است در یک دو مسئله حکم کرد، اما اعتقاد دارد که حکم غیر الله را قبول کردن و همون تطبیق کردن کفر است میگفت. علما اهل سنت و الجماعت میگن این حالت، یعنی در قضیه معین یک کس خودش مسلمان باشد و حکمش 100% اسلام باشد، در یک یا دو قضیه حکم کنند، میگن که این عملش کفر است، این عمل حاکم یا امیر یا پرزیدنت کفر است، اما خودش کفر نیست، به وی حجت رسانیده میشود. اول حجت میرسونند، اگر قبول کنه دوگوید که بله من خطا کردم، تن گرفتم، دیگر نمیکنم، گفت این مسلمان است. نه بگوید که من کردن میگیرم باز دوام میدهم، گوید کافر است. در همین یک یا دو قضیه هم بعد از حجت رسیدن باز میکنم انمین است، گوید کافر میشد، گرچنده که مسلمان باشد، گرچنده که خلیفه باشد، در یک یا دو قضیه. این اجماع علما است. چه خیلی که امام شافعی، اسحاق ابن راهوی، ابن کثیر، ابن تیمیه
و امام احمد و غیره نقل میکنن. اما در مسئله این که حلال گوید، این دوم حالت است. علمای اهل سنت در جماعت میگن حالت دوم رو ببینید. اگر یک حاکم 100% به حکم شریعت حکم بکند، من شما ببینیم که مسلمان است، سنت پیامبر رو دوست می‌دارد، حافظ است، عالم است، حاکم است، پرزیدنت است، دولت داریش هم 100% موافق قرآن و سنت به منهج رسول الله صلی الله علیه و سلم است، اما اعتقاد بکند که به حکم غیر الله حکم کردن جایز است، بگوید به همین اعتقادش کافر شد. در اینجا کفرش کفر اعتقادی شد. در مثال اول کفرش کفر عملی بود، در اینجا کفرش کفر اعتقادی شد. گرچنده که به حکم الله و رسولش حکم بکند هم، اما اعتقادش که غلط هست، در اعتقادش که جایز دانست، در اینجا کفر اکبر شد، اعتقادا کفر شد. یا بگوید که به حکم غیر الله حکم کردن برابری به حکم الله حکم کردن، هر دوش هم برابر است به هم دیگر بود. کفر اعتقادی شد. خودش حکم نکند هم کفر شد. خودش مسلمان باشد هم به همین اعتقاد کفر شد. دولتش مسلمانی باشد هم کفر شد. یا که حکم غیر الله را افضل از حکم الله داند، خودش خلیفه مسلمان ها باشد هم به قرآن و سنت حکم کرده باشد هم به همین اعتقادش کفر شد. برای اون که در اینجا کفر اعتقاد است. اما مرجعه ها، این خبثا و این جهلا و این جهمی ها خطا فهمیدند، نفهمیدند چگونه ای که بسیار جای شریعت رو نفهمیدند یا فهمیده و دیده دانسته شریعت رو دیگر کردند. اینها چی گفتند؟ اینها گفتند که ما فقط کفر عملی رو، کفر اعتقادی رو قبول میکنیم، اما کفر عملی و کفر سبحان الله قولی رو قبول نمیکنیم. چرا؟ برای اینکه اینها ایمان رو خطا فهمیدن. در نزد اینها ایمان آوردن به الله فقط به دل است یا به زبان است. پس کفر هم یا به دل می شود یا به زبان در نزد اینها. از سبب خطا فهمیدن ایمان تمام فتنه به وجود آمد. برای همین ما همیشه به شما میگوییم و حلقه ها درس های معینی رو کرده ایم و گذاشته ایم به گروه بیان عقیده اهل سنت و جماعت که ایمان صحیح رو اول بفهمید. چرا که ایمان صحیح رو نفهمیده، این مسائل رو فهمیدن، توحید رو فهمیدن ناممکن است. ایمان صحیح به شما فهم صحیح رو میارد. بسیار طالب علمانی که در همین مسئله سخن میکنند ایمان صحیح رو حالی نفهمیده اند و جهلا اند. اهل سنت و جماعت میگن ایمان صحیح این است که ایمان آوردن به زبان، به دل یعنی به اعتقاد، به قلب و به عمل است. ایمان از همین سه جا به وجود میارد. به سه جا یا تصدیق میکنید و اقرار میکنید به زبانتون، به دل یعنی به اعتقاد و به عمل، یا به همون سه جا به زبان، به اعتقاد یعنی قلب و به عمل این کار میکنید. یک انسان عملا حکم الله رسول رو تطبیق بکند اما اعتقادا غیر حکم الله رو برابر حکم الله داند، یا غیر حکم الله رو افضل از حکم الله داند، یا غیر حکم الله رو حلال داند، کفر نداند و چیزی نداند، در اینجا خودش کافر شد. گرچنده که حکم الله رو حکم میکند، کفرش کفر اعتقادی شد. مرجئه های خبیث بیخبرند. از یک جهت کفر اعتقادی رو میگیرند، از یک جهت در این حالت نمیگیرند. یعنی شریعت الله را دروغ شمارد، یا غیر شریعت الله حکم کردن را حلال داند، یا که رد کند شریعت الله را گرچنده که خودش به حکم الله حکم کند هم این کفر است. انا این عقیده اهل سنت و جماعت است. اما در مسئله عمل گفتیم این اعتقادی بود، اما عملا حکم کردن در مسئله کفرش علما گفتیم دو قول میزنند. این اجماع علما است. یعنی یک حاکمی که عملا حکم به حکم غیر الله حکم کرد، گفتیم اگر قضیه معین باشد، خودش حاکم مسلمان باشد و خلیفه باشد و به خاطر شهوت یا شهرت کرده باشد، حجت رسانیده میشد، گفته میشد که این عملات کفر است، دیگر نکن، توبه کند، دیگر هیچ کسی این رو کافر نمیگوید و این اجماع علما است. و در زیر و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، هر کسی که به غیر حکم الله حکم کند این کفر است و کفرش دون الکفر است، یعنی کفر اصغر است. ابن کثیر ذکر میکنند که در همین حالت کفرش رو کفر اصغر گفته میشد. قضیه معین، یک یا دو قضیه. مثلا یک پادشاه مسلمان، خلیفه مسلمان، فرزندش دزدی کرد. فرزندش و میخواست که بعد از خودش چی کند؟ سبحان الله پادشاه کند، یا که خودش فرزند رو دوست که میداشت دستی فرزندش رو نزد، خودش
دولت دوریش به قرآن و سنت است، اما دست فرزندش را نبرید. خیلی که الله سبحانه و تعالی در قرآن گفت السارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما. دوز مرد و دوز زن رو دستش رو ببر، اما این مرد نبرید. اما اقرار کرد که دست بریدن حکم الله است، نبریدن من در اینجا گناه است، اما توبه میکنم الله، من فرزندم رو بریده نمیتونم. گفت نبرید به خاطر شهوت فرزند، به خاطر دوستداری فرزندش. در اینجا این انسان این عملش کفر است، اما خودش کفر اکبر نیست. ما این رو مرتد یا کفر نمیگیم. حجت میرسونیم، گوید که من توبه کردم دیگر نمیکنم، گوید تمام است. اما حلال داند، گوید که انمین قانونی که من حضور گذاشتم دستی فرزندم نمیبرم، این حلال است، انمین است، گوید با این بهینم کفر میشد. این یک قضیه معین است، یا خطا کرده یا از جاهلشه، یا یک کس پول کلان تیاد به خاطر پول یک حکم دیگر کند، داند که این حرام است، در اینجا این کفر نیست. مرجعه ها همین آیت میبرند یا همین روایت ها میبرند، بعضی سخنهای علمایی که در همین مسئله سخن کردگان میبیارند و به حکم مطلق میزنند. حکم مطلق دو جون قسم است. علما میگویند اما هر یک دولتی که، هر یک نظامی که، هر یک دولتداری که نظامش از اول تا آخر، از ا تا یا، تمام تقسیماتش به دیگر قانون باشد، به غیر قانون شریعت باشد، کاملا مطلقا به دیگر قانون باشد، این دولت دولتی دارالکفر است و حاکمش کافر است و کفرش ظاهرا اول میبینیم که کفر عملی هست. ما به اعتقادش کار نداریم. اعتقادش ممکن اعتقاد خوب است، میگه که من میدونم که این حکم غیر الله حرام است، من به حکم الله الان از سبب نبودن شرایط حکم کرده شدم، حکم کرده نمیتوانم، به حکم غیر الله از مجبوری کردم، این کردم وای کردم. این عقیده است، اعتقادش قلبا خوب است، اما از سبب عملش که به جای حکم الله دیگر حکم را آورد، حکم الله را تبدیل داد، 100% عوض کرد و به غیر حکم الله حکم کرد، به اجماع صحابه، اجماع علما و اجماع اهل سنت و جماعت این دارالکفر است. این چنین دولت کفری است، حاکمش و نصرت دهندگانش و پیروانش و هر کسی که این را میخواد کافر است و کفر اکبر است به اجماع علما. این به یگان شک است. به هر یک این سخنمان دلیل رو میاریم مولا. لیکن چرا امروز بعضی از طالب علمان نمیفهمند؟ سببش این است که جاهلند. سببش این است که از علمهای نازکترین به مانند سیاست شرعی، مقاصد شریعت، پلیتکی اسلام، یا که مقاصد شریعت، یا که اصول فقه، یا که عقیده اهل سنت و جماعت، این علم ها از جای درکاری نگرفتند. ممکن بسیار خوندند، اما از علمای اهل بدعت خوندند. علمای اهل سنت و از علمای اهل بدعت رو جدا نکردند. از همین جهت در همین مسئله خطا میکنند. خودشون در حیرتند، حیرانند، نمیفهمند که چی میگن. انا این است آشکار و واضح عقیده اهل سنت و جماعت. پس حکم کردن به غیر حکم الله، کفرش و شرکش سه نمود است. هم کفر قولی، شرک قولی، هم شرک اعتقادی و قلبی و هم شرک عملی. هر سهش یک تا شود کفرش سخت‌تر است و با کفر مرتد است. یگان تی این جمع به وجود آید با کفر است. اگر حکمش به حکم الله باشد و اعتقاداً غیر حکم الله را حلال داند و جایز داند و افضل داند و غیر داند، با کفر است. اگر اعتقادش خوب باشد و گوید که حکم الله واجب است حکم کردن، به غیر حکم الله حکم کردن حرام است، من علاجم نیست، به خاطر همین من کاملا این دولت رو به غیر حکم الله حکم کرده شدم، یا زینه به زینه میروم یا آهسته آهسته میروم، بعد از چند سال میکنم، در همین حالتش این آدم مرتد است. سببش این که به شرک حکم به واسطه عمل حکم کردنش واقع شد، یا به واسطه زبانش. این یک نمودی خاص در مسئله حکم بود، یعنی حکم کردن به غیر حکم الله بود. اما شما بدانید که در مسئله حکم فقط شرک و کفر فقط حکم کردن نیست. قانون برآوردن و قانون ساختن این یک مسئله علاهیده است، خودش این شرک است و کفر است. به اجماع علمای اهل سنت که یگان نفر شک نکردند و اختلاف نکردند، هر کسی که یک قانون را میبرارد که حلال کرده الله را حلال بداند، حرام کرده الله را حلال بداند و همین را به مردم جاری بکند، تطبیق بکند و به
پلیس ها و لشکرهاش مجبور کند که مردم به همین حرام الله همچون حلال معامله بکنند و تطبیق کند، اجرا نکرده رو حبس کند و غیر غیر جریمه ها بندد، این مرتد است و کافر است در یک مسئله. ابو حنیفه، مالک، شافعی، احمد ابن حنبل، علمای اهل سنت و جماعت به تمام به این اجماع صحابه و این نصوص قرآن و سنت است که ما به شما دلیلش رو ذکر میکنیم. در یک مسئله پادشاه مسلمان است، دولتش دولت اسلامی است، اما میگوید که اگر زنا دختر و پسر به همدیگر راضی شود و به همدیگر خوب و خیز و زنا بکند باکی ندارد، برای اینکه اینا همدیگرش که راضی است. همین قانون برآورد همین بین مردم به اجازت بدهد، همین مرتد شد به همین قانونش، برای اینکه این مسئله پیش از مسئله حکم داخل شدن قانون براری است. این شرکش در ربوبیت، مشرک در ربوبیت شد. یک آدم برآید و حکم به غیر حکم الله بکند، هم قانون برآورد، این شرکش هم در ربوبیت، هم در الوهیت، هم در اسما و صفات شد. یعنی قانون برآوردن این یک شرک جدا است که به اجماع علما است. برای همین علما در زمانشون که این چنین دولتی نبود، یگان نفر انسان خودش رو مسلمان گفته قانون نو برآورده نبود، این چنین حکم نکرده بودند. در صدر اسلام در زمان دولت اموی که 100 تقریبا 20 سال حکمرانی کرد، بعد از این عباسی، زمان احمد ابن حنبل و غیره، برای این سخن صدر اسلام رو آوردن و به حکم مطلق دولتداری کامل حکم کردن، این یک احمقی و جاهلی است. اگر هم خواهید که سخن علما رو حقیقی بیارید، مرحمت نظر بکنید به حادثه. اگر خواهید که نظر کنید زمان ابن تیمیه رو ببینید و پیش از ابن تیمیه دیگر علما رو ببینید که به دولت فاطمیه چی حکم موندند و به دولت چنگیز خان چی حکم موندند. دولت فاطمیه یک دولتداری بود که قانونهای خاص خودش ساخت، از قرآن و سنت گرفته بود، اما بعضی چیز رد کرد، بعضی از حکمهای الله را تغییر داد، قانونهای نو برآورد. تمام علمای اهل سنت اجماع کردند که دولت فاطمیه دولت کفری هست، دولتی که نسبت دولت اسلامی رو گرفته بود. تمام آفریقا، مصر و این ازهری که در مصر است همون دولت فاطمیه پیدا کرده بود. ازهری که امروز یک مصدر کفر شرک است، امروز بچه‌ها رو جمع می‌کرد در همونجا کفر شرک درس می‌داد، اشعری‌ها به کفر هم را دعوت می‌کرد. همین رو دولت فاطمیه مشرک قرامیته رافضه ها ساخته بود. برای همین شیخ صلاح الدین ایوبی رفتند به این دولت جنگیدند، این دولت حکمش کفر گفتند. علما به مانند سلف امت داودی و غیر از علما گفتند این دولت کفر است و هر امام اهل سنتی که به این دولت کمک میکند، منبرش به برمده اینو طرفداری میکند، همون هم کفر است گفتند. هر امامی که دولت به کفر حکم همون رو به یردان کند، همون هم کفر است گفتند. سبحان الله. علما در پشت امام خطیبانی که در همون سیستم دولتداری فاطمیه کار میکردن نماز نمیخوندن، نمازشون گشته میخوندن، خودش اهل سنت بودن، تکفیر میکردن. به این چی میگوید؟ یا دولت چنگیز خان که قانونهایش نسبتش از اسلام، نسبتش از یهود و نصارا و نسبتش از فکر چنگیز خان گرفته بود، شیخ الاسلام ابن تیمیه و علمای زمانشون به اجماع تکفیر کردند و جنگیدند و نابود کردند. مسلمان هایی که در زیر دست چنگیز خان بود و نماز میخوند و خودش مسلمان میگفت، اونها مرتد اعلام کردند و امام هایی که به اونها طرفداری میکرد مرتد اعلام کردند. یا دولتی سبحان الله رافضگی که دیگر ساخته شد، صفوی و غیره. پس در اینجا مسئله قضیه معین و قضیه مطلق فرق دارد. از همین جهت حکم ساختن یک قانون برآوردن، اول بگیم یک قانون برآوردن، این شرکی خودش اکبر است. اگر یک قانون برآورد آدم کفر میشه، چی رسد به این سبحان الله هزارها قانونی که کنستیتوسیون گفته کتاب برآورده است. کتاب اولینو برآوردن، قانون ساختن، این یک شرک است که به اجماع علما است و وی قانون تطبیق کردند، حکم حاکمش، این دوم شرک است که حالی ما درباره این صحبت میکنیم. و سوم شرک هر کسی که به همون اطاعت میکنه و مراجعت به همون سودها میکنه و میرود و میگه که این مسلمان به من جنگ شما مرحمت به این سودی کفریتون، طاغوتیتون، وضعیتون، دموکراتیتون ما رو قضاوت کنید، گفته مراجعه میکرد و هم کفر است. این سوم مسئله است. برای مسئله تشریع میگن قانون براری. قانون براری این دین سازی است، این رد کردن حکم الله است. پس به دموکراتی نظر بکنید که چگونه قانون هاش است. در مسئله ریبا، در مسئله زنا، در مسئله دین. حالا ما در این مسئله ها با شما صحبت میکنیم. مبادئ دین، مبادئ دموکراتی.
البته میفهمونیم که دموکراتیا 10 اصلش 10 اساسی دارد، 10 ستونی دارد که همش انکار الله، انکار تمام نمودی یک معبود، یک اله، خواه وی چی کدام نمودی یعنی اله یا معبود نباشد، انکار تمام نمودی دین، انکار تمام نمودی یعنی قاعده های دینی است. یعنی دموکراتیا امروزه میگن شیخ محمد ابن ابراهیم آل شیخ و ابن باز و مقبل در کتابهایشان که در آینده ذکر میکنیم، همشون میگن که دموکراتیا از همه خبیث ترین یا علمانی یا لیبرالی، علمانی رو سکولاریسم میگن که دین از دولت جدا است گفتن و غیره، از همه خبیث ترین نمودی حکم در روی این دنیا انمین ها است و همین طرفداری کردگیش هم، همین به اراده کرده هم، به همین کمک کرده هم سبحان الله اینا تطبیق کرده و اینا بر بالای مسلمان ها کاملا جاری کردن، همه این انسان ها کفر است و این شک نیست و این به اجماع علما است. اجماع را امام شافعی، امام اسحاق ابن راهوی و دیگر از علما ذکر کردند. پس ببینید که مسئله به کجا رفت. پس ما باید پیش از این که در مسئله حکم به غیر ما انزل الله داخل شویم بگوییم که این حکم کردن به غیر حکم الله شرک است و این هم شرک زبانی شده میتواند، هم شرک اعتقادی و هم شرک عملی. به یکیش واقع شد مشرک میشید. مرجئه ها اما عملی و قولی رو رد میکنند، فقط اعتقادی میگن. برای همین سخنهای مرجئه رو گوش کنید، میگد که اگر پادشاه خودش رو مسلمان گوید، اگر پادشاه گوید که من حکم شریعت رو قبول میکنم اما به این حکم امروز دیگر علاج نه حکم میکنیم، این مسلمان است، این ولی الامر است میگویند، انا منها خبیث ترین مردمند. اگر ولی الامر نگوید هم بازش اینم مدخلی است و عقیده مدخلی و عقیده جهمی، عقیده مرجئه رو میگه خودش بی خبر است. چرا که اینها کفر قولی در مسئله شرک حکم و کفر عملی رو قبول ندارد و اینها ایمان رو حالا نفهمیده است که ایمان این قول است و اعتقاد است و عمل است و کفر هم و شرک حکم هم قولی شدنش و عملی شدنش و اعتقادی شدنش ممکن است. بارک الله فیکم. پس از این سخن ما میبرد که یک مسلمان حاکمی پادشاهی مسلمان ها باشد، حکومتش حکومت قرآن و سنت باشد، در یک یا دو مسئله حکم کند، قضیه به اعتقاد این که حرام است، عملش کفر است، خودش کفر نیست. اما مطلقاً یک حکومت رو کاملا به حکم غیر حکم الله حکم کردن، این کفر است، صاحبش کفر است. خیلی که ما مثال ها رو از دولت سبحان الله فاطمیه یا که چنگیز خان مثال آوریم و اجماع علما رو نقل کردیم و حتی حسن بصری، سفیان ثوری، حجاج رو کفر میگفتن به خاطر اینکه در مسئله مدینه گفتن حکم به غیر ما انزل الله کرد، مدینه رو 3 روز حلال کرد، این حکمش غیر حکم الله رسول است گفتن. دیده و دانسته این کار رو کرد، حلال کی کرد، ببینید حلال کی کرد، حلال کی دانست، به سبب حلالش این کفر شد. یا که به خانه کعبه منجنیق زد، به همین سبب کفر شد. در یک مسئله حجاجی که به حکم قرآن و سنت قائل بود، به خلیفهش اطاعت میکرد و در جایی که امیر بود حکمش حکم قرآن و سنت بود، اما در یک مسئله حسن بصری تکفیر کردند. البته بعضی از علما تکفیر نکردند به خاطر نفهمیدن در این مسئله که برون که حجاج 99 از دانو دیگر کروش مسلمانی بود در دو یک یا مسئله. برای همین پیش از این که به این مسئله کسی داخل شود یا صحبت بکند، باید عقیده اهل سنت رو آموزد که بین خوارج مرجئه و جهال به یکی از اونها وارد شده به کفر واقع نشود. بارک الله فیکم. پس حکم کردن به غیر حکم الله این شکننده اسلام است، تعلق به شکننده اسلام دارد. علما این رو شکننده اسلام با حکم نمودن، حتی ناقض الحکم، شکننده حکم نمودن و علما کتاب‌های زیاد نوشتن به مانند شرک حکم که این متعلق به ترک حکم الله، روی گردانیدن از حکم الله و حکم کردن به غیر حکم الله و امتناع کردن، یعنی حکم نکردن به حکم الله در حالت شرایط است میتونید، اما حکم نکردن این امتناع است. یک آدم میتواند که نماز خواند اما میگه که فردا میخوانم یک روز میخوانم، گفته نمیخواند، این کفر است. خیلی این چنین کسی که قادر به حکم کردن حکم الله است و نمیکند و
همین خیلی زندگی میکند و چندین سال پشت نمیکرد، این هم این کفر امتناع میگن که این مرجئه ها این رو هم قبول ندارد. و مراجعت کردن برای قضاوت شدن به محکمه های غیر شریعتی به اینها تعلق دارد و این شکننده ها همه شکننده های اسلام است. و مثلا ببینید این شکننده ها چگونه شکننده است. یعنی یکی از شکننده های حادی است، یعنی کسی که از منهج پیامبر میبراید، چهلی که هشتمی شکننده اسلام است. یا که یکی از شکننده های حکم است و تشریع است. پس این مسئله حکم، مسئله قانون برآوردن را تشریع میگویند و مسئله مراجعت کردن به سودهای کفری همه اش به سه شکننده اسلام تعلق دارد: شکننده حکم، شکننده چهارم و شکننده هشتم و شکننده دهم. شکننده اعراض، امتناع، روی گردانیدن از دین، عمل نکردن. شکننده روی گردانیدن از رسول الله صلی الله علیه وسلم، اطاعت نکردن به رسول الله صلی الله علیه وسلم. و شکننده حکم و تشریع، قانون برآوردن و یک حلالی الله را حرام گفتن و حرام الله را حلال گفتن. سبحان الله. از همین جهت ما این چیز رو شرک میگوییم. من عموما موضوع رو فهمونده شدم که همه این رو در حلقه آینده ان شاء الله باز بیان میکنیم و شروع میکنیم به حلقه. در این دو حلقه شما فهمیدید که عقیده خوارج چگونه عقیده است در این مسئله، عقیده مرجئه چگونه عقیده است و عقیده اهل سنت و جماعت چگونه عقیده است. و در حلقه آینده به شما آهسته آهسته بیان میکنیم که حکم، شرک حکم به کدام شکننده ها تعلق دارد، این شکننده های اسلام چگونه شکننده است و تقسیمات چگونه است و حکم کردن به غیر حکم الله یا که حکم کردن به حکم الله به لا اله الا الله چی تعلق دارد، به اسلام چی تعلق دارد، به کفر بالطاغوت چی تعلق دارد. همه این رو بیان میکنیم و دلیل ها رو از قرآن و سنت بیان میکنیم، اجماع رو و قول علما رو. و بعد از این در 20 شبهه های مرجئه رو به شما یک به یک جواب میدهیم. بارک الله فیکم، حیاکم الله و بیاکم.